روی تصمیم تایم‌های تویفای یک سری خط و علائم و فلش وجود داره. میخوای بدونی کاربردش موقع تایم گیری چی است؟ آخر این کورس با من دوستان برای تایم گیری سرسیلند موتورهای تویفای روی چرخنده میتسوپاپ دود یه سوراخ بیضی شکل وجود داره که با سوراخ که روی سرسیلند هست در یک راستا قرارش میدیم به وسیله یک پیچ 8 قفلش میکنیم. روی چرخنده میتسوپاپ هوا دو تا سوراخ وجود داره، یه سوراخ تخم مرغ شکل و یه سوراخ بیضی شکل. سوراخ بیضی شکل رو با سوراخ روی سرسیلند در یک راستا قرار بدیم به وسیله یک پیچ قفلش میکنیم. برای تایم میلنگش هم پیستون 1 و 4 رو تو نقطه مرگ بالا قرار بدیم. وقتی پیستون 1 و 4 تو نقطه مرگ بالا باشه، سوراخ که روی فلایویل وجود داره با سوراخ که روی بلوک سینت پشت پایه فیلتر هم وجود داره در یک راستا قرار میگیرن. به وسیله یک سینجوش نمره 4 این هم قفل میکنیم. و اما علائم و خطا دوستان موقع نصب تصمیم تایم دقت کنید. یه خط این قسمت میبینید با شیار روی چرخنده در یک راستا قرار بگیره، فلش حتما به سمت جلو باشه. یه خط اینجا وجود داره روی تصمیم که با شیار روی چرخنده در یک راستا قرار میگیرن. یک خط همین پایین وجود داره که با خطی که روی چرخنده سر میلنگ قرار داره در یک راستا قرار بگیرن. در نهایت شما بولبرینگتون رو تنظیم میکنید و ساعتش میکنید. قسمت باید حتما روبروی این شاخص قرار بگیره. اگر این علائم بعد از اینکه ساعتی رو تنظیم کردید دقیقاً روبروی این خط‌ها و شیارها قرار گرفت، مطمئن باشید که تایمتون صحیحه.